مهمان بسیار عزیز هنرمندی مردمی ازبکستان و تاجیکستان مطلوب خان ددبویeva. خوش آمدید معلم عزیز. خوشبخت باشید. صحبت رو از یک واقعی بسیار فرح بخش آغاز میکنیم. وقتی که پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان تشریف آوردند و با پیشوای ملت محترم امالی رحمان واخوردند و 9 مارت سال 2018 شام دوستی برگزار گردید. در همونجا شما با یک هنرنمایی بسیار عالی جناب اونجا سرود سراییده همه را مفتون خود کردید و بعد از همین برنامه شما را سرور دولت محترم امالی رحمان با عنوان بلند هنرمند مردمی تاجیکستان قدر کردند. من میخواستم که یک لحظه وقتی که شما همین عنوان از دست پیشوای ملت قبول میکردید خودتان را چگونه احساس کردید؟ من همون روز برای شما چه اهمیت دارد کمتر صحبت میکردید؟ مرحبا. السلام علیکم عزیز دوستلار، دوستان عزیز محترمه، مادرهای و زنان، دخترانم. من فکر کردگی نبودم که من به نظر شوکت میرامانویچ با امام علی رحمان افتاده من این خیل از دست خودشان دستشان قپیده اینها سالکم اولیا آدم های اولیا این بسیار کتب وقت که دست پرزیدنت ها را قپیده از دست ویها عنوان گرفتن وقتی کلان این برای همین این از همین من که از پدر و مادر از استادان گرفتگی دعاها مستجاب شد گفتم میگویم خلاص همین خیلی خرسند من که این روزها را فراموش کردن ممکن نیست. این روزهای خوبی من این موفقیت هایی که من در حیاتم موفق شدم این در درون من هر دایم جوش میزند و مرا به سرود خواندن کشال میکند.